کافر، کلینیک ما کافر، سرک اسفالت ما کافر، پاهنتون ما کافر. درشی پوشیدیم کشتن، لباس یکسره پوشیدیم کشتن، به محراب مسجد ششتیم کشتن، در میز خطابه ششتیم کشتن، در پاهنتون رفتیم کشتن، در مکتب رفتیم کشتن. همیست اسلامیت. عربستان سعودی یک کشور اسلامی است، حق داره مدرسه بخونه، حق داره پاهنتون بخونه، حق داره موتر خوب سوار شوه، حق داره در مسجد بروه، حق داره راحت زندگی کنه. آیا با صفت یک کشور مسلمان ما حق نداریم؟ علمای پاکستان، آیا از نظر شما در حکومت پاکستان کدام نواقص وجود نداره؟ اونا از آسمان آمدن؟ میشنوین یک فتوا را در مقابل حکومتش؟ حتما مصلحت کشور در نظر دارن. در عربستان سعودی در جده 30,000 نیروی امریکایی موجود است. دوستای عزیز، 30,000 میشنوین یک فتوا را در مقابل حکومتش؟ حتما مصلحت کشور در نظر دارن. در عربستان سعودی در جده 30,000 نیروی امریکایی موجود است. دوستای عزیز، 30,000 نیروی امریکایی موجود است. من از یک عرب پرسان کردم که چرا اعلان جهاد نیست؟ گفت توجد الفتنه. در جواب ما به عربی گفت، گفتم چرا کمر بسته کنین؟ یالا گفت کنین دیگه، دینی را. گفت توجد الفتنه. مصلحت کشور، دفاع حرمین شریفین، آرامش مردم به مراتب از قیام بر علیه 30,000 به ما اولویت داره. گفت فتنه بالا میشه در کشور، کشور ما خراب میشه. آیا دیگه کشورهای اسلامی کشورشان دوست دارن؟ حب وطن در قلبشان است، دوست دارن. ولی ما به صفت یک کشور مسلمان مسئولیت نداریم که آرامش مردم خدا حفظ کنیم، مردم به آرامش دعوت بکنیم، نقطه وصل قرار بگیریم.